4 تا دخترم در خانه بی سرنوشت مانده، صنف 11 و 12 هستند. ادامه اعتراضات زنان کابل برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه. شمار از زنان کارزار درس بی‌ترس را برآ انداختند. هشدار دهلی به اسلام آباد. وزیر دفاع هند گفت که بر بنیاد قطعنامه 1994 بخش‌هایی از کشمیر زیر اشغال پاکستان را پس می‌گیریم. زیان هنگفت پاکستان ناشی از سیلاب‌های اخیر. اسلام آباد به 16.3 میلیارد دلار برای رسیدگی به آسیب‌های ناشی از سیلاب نیاز دارد. و وزیر خارجه اوکراین از همتای ایرانی خود خواست تا ارسال تجهیزات جنگی به روسیه را متوقف کند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. روز شنبه گروه‌هایی از زنان در نزدیکی چند مکتب در نقاط مختلف شهر کابل گرد هم آمدند و با شعار درس بی‌ترس بر بسته ماندن دروازه مکاتب دختران در افغانستان اعتراض کردند. من یک تن از والدین شاگردان هستم. از جامعه جهانی خواهانم که در مکاتب را به روی دختران باز کنیم. دختران فقط یک چیز می‌خواهند: درس بدون درس. تصاویر به دست آمده ویدیوهای نشر شده تجمع زنان در نزدیکی لیسه الفتح در مکرویان و لیسه ملکه ثریا در تایمنی شهر کابل را نشان می‌دهد. در همین حال بیش از 400 روز می‌گذرد که مکتب‌های دخترانه همچنان بستند. طالبان با آنکه همواره گفتند که دروازه مکاتب به زودی بر روی دختران باز می‌شود، اما مکتب‌های دخترانه همچنان بسته و واکنش‌های داخلی و جهانی را به همراه دارد. این در حال است که سازمان ملل و سازمان دیدبان حقوق بشر نگرانی خود را از بسته ماندن دروازه‌های مکاتب دخترانه در افغانستان بیان کردند. مکاتب دختران افغانستان توجه جدی کنند. درس بدون ترس. ما واسه یک دادخواهی به خاطر بازداشتن مکاتب داشتیم، آمدیم پشت در مکتب الفتح. اونا اجازه ندادن ما را. تعداد شاگردان زیاد بود. کسایی که از مکتب باز مانده بودن اونا را متفرق ساختن و راپور ما را دادن. ما هم مسیر خود تغییر داده، ما را اجازه ندادن. ما خواهش میکنیم که مکاتب باز کنند، درس بدون ترس. رسانه‌های هندی گزارش دادند که وزیر دفاع این کشور گفته که دولت هند مصمم است تا بخش‌هایی از خاکش در کشمیر زیر اداره پاکستان را پس بگیرد. رسانه هندی تریبیون روز جمعه 28 اکتبر به نقل از راجنات سینگ وزیر دفاع هند گزارش داده است که این کشور بر بنیاد قطعنامه 1994 همه پناهندگان زمین و خانه‌های خود را از زیر اداره پاکستان پس می‌گیرد. آقای سینگ گفته که بر بنیاد این قطعنامه بخش‌هایی از گلگیت و بالتستان کشمیر که جزء خاک هند است اما زیر اداره پاکستان قرار دارد به این کشور برگردانده خواهد شد. پارلمان هند در 22 مارچ سال 1994 میلادی با اتفاق آرا قطعنامه‌ای را صادر کرد که بر بنیاد آن پاکستان باید بخشی از کشمیر تحت اشغال غیرقانونی خود را تخلیه کند. دولت پاکستان تا اکنون به گونه رسمی در این مورد واکنش نشان نداده است. نهادهای بین‌المللی با تخمین بیش از 30 میلیارد دلار خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر در پاکستان نسبت به افزایش قابل توجه سطح فقر هشدار داده و گفتند که این کشور برای رسیدگی به خسارات برخاسته از سیلاب به 16.3 میلیارد دلار نیاز دارد. روزنامه دان روز شنبه 29 اکتبر گزارش داده است که برنامه ارزیابی نیازهای پس از فاجعه که به طور مشترک توسط بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، برنامه توسعه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا با حمایت دولت پاکستان راه اندازی شده از جامعه بین المللی خواسته است که برای فراهمسازی بودجه 16.3 میلیارد دلاری به پاکستان تلاش کند. این گزارش به طور رسمی در مراسم به ریاست احسن اقبال وزیر برنامه‌ریزی پاکستان ارائه شده است. اقبال گفته است که شرط مصرف دست کم 40% از بودجه توسعه پاکستان در 3 ماه آخر سال مالی برای رسیدگی به خسارات ناشی از سیلاب غیر قابل توجیه بوده و باید بازنگری شود. پیش بینی شده است که تولید ناخالص داخلی پاکستان به دلیل تاثیرات مستقیم سیلاب‌های اخیر حدود 2.2% در سال 2022 کاهش خواهد یافت. وزیر امور خارجه اوکراین میگوید روز جمعه با همتای ایرانی خود تماس تلفنی داشته و از تهران خواسته است ارسال سلاح به روسیه را متوقف کند. کیف تهران را متهم کرده است که پهپادهای کامیکازه را در دسترس روسیه قرار داده و از این پهپادها در حمله به تاسیسات اوکراین استفاده می شود. اما دیمیترو کولبا در توییت نوشته است از ایران خواستم فوراً جریان تسلیحاتی به روسیه را متوقف کند که برای کشتن غیر نظامیان و تخریب زیرساخت‌های حیاتی در اوکراین استفاده می شود. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که امیر عبدالحیان منکر ارسال سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین شده است.